شاید باورت نشه ولی وقتی میخوای تنها مونتاژ کنی این خیلی به کارت میاد. قطعات دیگه از هم فرار نمیکنن و خیلی راحت پیچ میکنی. برای این کار چند تا تیکه پرتی برمیداری به ابعاد 8 تا 4 در 10 25 سانت در 10 سانت 2 عدد و 4 و 8 در 5 هم 4 تا دونه. قطعات 25 در 10 رو به همدیگه متصل میکنی. میتونی با چسب 1 2 3 یا پیچ این کارو بکنی و قطعه 8 و 4 در 10 رو به انتهای اون المون از دو سمت محکم میکنی. حالا وقتشه بریم سراغ قطعات کوچیک. قطعات 4 و 8 در 5 همینطور که میبینید به صورت ال شکل به هم دیگه نصب میکنیم و بالای اون قوطی که ساختیم قرار میدیم و با چسب یا پیچ مجددا اونو محکمش میکنیم. این میشه یه فیکچر خیلی دقیق و خوب که کار یه نفر رو برات انجام میده و قطعه رو محکم و درست سر جاش نگه میداره تا بتونی بدون اینکه میخ بزنی قطعاتت رو خزینه بکنی و با پیچ به هم متصل کنی و یه مونتاژ تمیز و خوب داشته باشی. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن تا ما تشویق بشیم و ویدیوهای بعدی رو توی این زمینه واسه تولید بکنیم.